بسم الله، مشکل گشا بسم الله، همیشه در هر کجا یاد خدا بسم الله. سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشین. رسیدیم به ماه اسفند و دیگه زمستون داره تموم میشه و کم کم نزدیکه. سلام به همگی. ریختر چرا همه رو ریختی؟ خدای من. ای خانوم چی کار داری میکنی؟ ببخشید که نشد. نه ما جمع میکنیم اینا رو، ما ای وای براتون حساب میکنیم. ببخشید این اتفاق افتاد. باش حالا من کمک میکنم کمک دیگه. کنی شما. اصلا درست نیست باید خانم اینجوری صحبت کنید. خانوم آقا نداره بیلیتا رو ریختی گمون نه خب ما درست میکنیم. آقا چی کار دارم من؟ نگران نباشی، ما الان میرم اونا رو پیدا میکنم، جمع میکنیم، درستش یه دور میکنیم. بزن بیا. بلیطو من جور اومدم میکنم. خرید. حالا اب نداره، میخوایم بچه‌ها بذارن یه برنامه ببینن برگردن ما بریم یه کاری بکنیم. شما بریم یه برنامه ببینید. چیه؟ نه ببخشید ما الان میایم. حالت چطوره؟ نزدیک شما بریم ما ما برمیگردیم. بیاین بلیطا رو بعد بریم. مسعود یه سوال شما گفتی که بچه یه دقیقه دقت کنی. مسعود ما رو برد تو خاطرات به خدا. 1 سال و 11 روز پیش. 1 سال و چقدر مسعود جان؟ 11 روز پیش 11 روز گفتی. در چنین روزی مسعود مسعود میشه به خواهش دانوی. کنم جانم. این 1 سال و 11 روز رو بگو میشه چند روز؟ نه سکسکه آب بیاری. نه قلبم گرفت. بچه یه سال چند روزه؟ 365 روز. قبول مسعود جونم؟ 360 مسعود آفرین. 365 رو با 11 روز مسعود جونم جمع کن. اصلا یه کاری بکن. بفرمایید. من جوابشو فهمیدم. نه قبل از اینکه جوابو بگی چی کار کنیم؟ بچه ها 365 چند تا یکی داره؟ 365 تا. آره اینجا چند تاش یکیه؟ 5 تا یکی 6 تا 10 تایی 3 تا 100 تایی. سارا به نظر آفرین کمکم کن. این چی میشه؟ این الان 5 تا یکیه. یکی و 2 تا و 3 تا و 4 تا و 5 تا. قبوله؟ این 5 تا یکی. مسعود جان به چی؟ چند تا 10 تایی داره؟ 6 تا 10 چند تاه؟ 1 2 3 4 5 تاست. اینم 6 تا. مسعود جانم. چرا به این میگن 10 تایی به این میگن یکی؟ من بگم چرا؟ بفرمایید. اینو که معلومه یکیه. خب چند تا از این یکی ها رو بذارم پلو هم میشه 10 تایی؟ 10 تا. 10 تا. آفرین پس میشه 10 تایی. مسعود جان 1 2 3 4 5 تا یکی داری؟ بله 6 تا 10 تایی داریم. بله 3 تام 100 تایی داریم. 5 2 بذاریم کنار هم میشه بلند بگو. 365. آفرین دختر من. پس حالا شد 365. سبا جان یه 11 به ما بده اونجا ببینم. یه دونه یک. یه دونه 10 تایی دونه 10 و تایی یه با یه دونه یکی. اینو میذارم اینا رو اینجا باید اینو میذارم. بذاریم حالا کنار مسعود هم. میشه بشمریم. بله. همه چشا اینو ببینه. 376. چشا اینو ببینه. 1 2 3 4 5 6. مسعود جونم شیش. نگاه کن. بله. پس اینجا می نویسم 6 تا. سارا جونم بشمر چند تا 10 تایی داریم؟ 1 2 3 4 5 6 7. 6 تا بود یکی هم اضافه شد 7 هفت تا. تا 10 سبا تایی. جونم به علاوه 3 100 تایی ها سر جاش مونده. آره بابا یعنی 3. میبینی مسعود؟ یعنی مسعود جون من 376 روزه که اومده دانوی. 376. آره آقا ما مسعود. چقدر اومدیم دانوی. مسعود همین جوریه. چقدر سریع گذشت. مسعود میدونی جان. من تو کی اومدی؟ بله من دقیقاً 1 سال قبل تو اومدم. 1 سال قبل من. یعنی بچه ها چقدر؟ این 376 روزی که مسعود جونم میگه. بچه ها من 365. آفرین من 365 روز قبلش اومده بودم. حالا من بگم چجوری؟ بچه ها بگیم ببینم. بذار با اینا حساب کن. با اینا حساب با کن. اینا حساب ولی کن. اینجا سبا داره باید- چی کار میکنه؟ الان من دارم اینه اون درستش. یه دونه یکی یه دونه. بابا چند تا داری میاری؟ 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا. اینا رو به این خب اضافه کن. 5 تا رو این تیکه رو سبا جونم اضافه کرد. سارا جونم 6 چی کار داره میکنه؟ این چیه سارا؟ 6 تا 10 تایی. 6 تا 10 تاییه. اینم سارا جونم آورد. علی رضا جونم
میشه شما هم 3 تا 100 تایی رو بیاری برامون؟ بیا همه اینا رو دست باید درد ببری. نکنه علیرضا. ممنونتم پسرم. برو بذار رو اینا. آفرین آفرین. پس شما 5 تا یکی 6 تا 10 تایی با 3 تا 100 تایی اضافه کردین. بله. خب بچه حالا یه سوال بکنم. جانم بفرمایید. الان میشه اینا رو یکی ها بشماریم؟ رو بشمار. میشه بشماریم؟ یکی شما رو. علیرضا یه بشماری. صد علیرضا تا. بشمار. 1 2 3 4 5 6 خب. 7 8 9 10 11. نمیشه. یعنی من اینا میگم 10 تا مسعود یه چیزی جانم، بگم. بفرمایید. این 10 تا رو میشه بذاریم این رو؟ این 10 تا رو بذاریم رو. بذاریم 1 و 2 کمکم کن. 3 و 4 نه بابا نمیخواد 5 یه و دونه 6 10 تایی میذاری. میدونم بابا. 7 و 8 و 9 و اینم 10. مسعود ببین یه چقدر دونه باحال یکی شد. هم اضافه میاد. خیلی باحال مسعود شد. آره یعنی 10 تا یکی 10 تا یکی مثل یه دونه 10 تاییه. بله، یه بچه حالا اضافه اینم اضافه شد. حالا ده اونو بذار بالا. زیاد شده بعد اشکال نداره. صبا خانوم بیا اینا رو بشمار ببینم. الان میشمارم وایسید یه لحظه. خواهش میکنم. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بسه بسه بسه. 10 تا 10 تایی میشه یه دونه 100 تایی. نداری. الان میرم بیارم. از کجا برو یه میاره؟ 100 میار تایی تو بیار. انبار ببین 100 تایی مسعود هست. این 10 تا 10 تاییه میشه یه 100 100 تایی. تایی. یعنی اینو بذار کنار دیگه. بله. یه 100 تایی اضافه کردی. ریاضی اینجوری یاد میده به ما. بله بله. اینجام چند تا مونده؟ بچه‌ها چند تا 4 تا. یکی موند؟ یه دونه یکی. چند تا 10 تایی موند؟ 4 تا. 4 تا. چند تا 100 تایی موند؟ 7 تا. کار برای میشه. یعنی شما 741 روز. اومدم دانوبی. اینجا. یه بار اینجا یه بار ببینیم. اینجا. 6 و 5 میشه 11 تا. نمیشه. نمیشه. یکیشو میدم به 10 تایی. 7 و 1 8 8 و 6 8 و 6 8 و 6 8 8 9 10 یا 14. 14 14. چهارشو میذارم مسعود 4 تا 10 تایی داره. میدیم به یه زدگان. دونش میره پیش 100 یعنی تایی آها. ها 3 و 1 4 با 3 7 7 مسعود من یه عادتی دارم چی؟ هر وقت وارد یه کاری میشم 741مین روزشو جشن میگیرم. پس امروز ما میتونیم جشن بگیریم. مسعود بریم بچه ها بیاین. بریم جشن. خب بچه ها ما برگشتیم ببین به دستمو. آروم باش به یه آرامش نسبی بلیطا رو چیکار رسیدیم. کردی؟ سلام خوبین؟ سلامت باشی. خوش اومدین. خیلی خوبم سرجا این الان. بلیط ها رو بگی من دیگه نمیتونم. بله خانم ببخشید. شما اینا رو امانت گرفتی اومدی کمک کنی رفتی تخته جابجا میکنی. ما ببخشید گفتیم کمکتون کنیم دیگه الان میخوایم کمکتون کنیم که دستتون اینجا در نکنه. حساب خیلی خوب کنیم. کمک کردی. خوبین شما حالا بق- شغلتون رو میخوایم. بقیه‌ش هم تو کیفم ها خیالتون راحت باشه، هست. دست در هیچ چی دیگه هر تیکش یه جا گذاشتی. حالا اب نداره شما خوبین شغلتون خواستیم رو کمک میشه کنیم توضیح ها. بدین؟ خیلی خوبم الان. خدا باشید. حالا ما معلوم فکر نیست خیلی خوب نیستم واقعا. چرا معلومه فکر کنم ما کمکتون کنیم یه ذره حالتون بهتر شه نه؟ بله بله ما کمکتون میکنیم نگران اصلا نباشید. نمیخوام کمک کنی. نه کمک میکنیم چرا خدا کمک چقدر نکنیم؟ ناراحتی آقا. الان بلیطاتو خانم میدیم من دیگه. آدم مسئولیت ببخشید پذیریم. شما. بله بله، درسته ما هم ببخشید. همینطور من شرمنده شمام. اتفاق خوشحالم. گاهی پیش میاد. میخواین از خودتون یکم برامون بگین اینجا صداتون همه دارن میشنون یکم مهربونتر اون روی خوش شما رو هم بشنون مردم. من گنچی از خودم بگم نمیدونم یعنی چی. شغلتون چیه؟ این بلیطا چیه به من دادین؟ شغلم بله مگه من نمیشناسی. نه میخوای یه توضیح بدید بکنم بعد آشنا شدیم با من بچه نگهبان شهر بازی هم دیگه با بچه ها سر و کله میزنی. بله. خیلی بچه ها رو دوست دارم. این بلیط هم برای بچه ها تهیه کردی. بله یه میندازید من. زمین کثیف میشه. نه جمع بله کردیم ببخشید همه. چه شغل جذابی دارید پر از سر و صدا می‌گذره چقدر ها. کیف سر میده. صدا چیه؟ خوبن بچه ها خوبن گلن. خیلی خوبه. چقدر مهربونی میخوایم شما. بگیم بلیطاشون چند تا بوده؟ آخه من آره. بهشون قول داده بودم حساب کتاب کنم که بلیطاشون الان چقدره. میریم کنیم بذار من پای تخته که بریم حساب کنیم با بچه ها ببینیم چقدر بذار خب سحر جان تعداد یه سری از بلیطاشون که مال یه وسیله شهر بازی بود خب. 369 تا بود. آبیا آره، فکر کنم آبیا. آبیا بود 369 بعد خب اون یکی بلیط صورتیه که بقیه‌اش هم تو کیفمه 275 تا بود. 275 تا بود. خب میخوایم ببینیم
کلا چند تا بلیط؟ آره میخواد ببینن که کلا چقدر خب میشه. ما یه روشی با بچه‌ها اون روز یاد گرفتیم، یادته؟ مثلا من یه رنگ دیگه بردارم، صورت. گفتیم تو این روش از یکان شروع میکنیم به حل کردن. خب 9 و 5 که میدونم اگه به 10 برسونم میشه 14. یکیشو میدم به 10. به 10 برسونم یعنی چی؟ یعنی اینکه سوال خوبی بود، ممنونم. سوال این یعنی اینکه 5 رو اگه من بگم خب یه دونه 1 داره و یه 4، 1 و 4 میشه 5، درسته؟ میشه بنویسیم. بله. 9 رو به علاوه 1ش میکنم. بذار اینجوری بنویسم، این 5 میشه 1 و میشه 4. یعنی یه دونه از 5 کم کردید به 9 دادید که بشه 10. بله دقیقاً. این شد. بله حالا 10 هم که به علاوه این 4 بشه میشه 14. خب حالا الان 14 نمیتونم 14 رو این پایین بنویسم که میام 4 که یکی هستش میذارم اینجا و اون یه دونه دسته 10 تاییشو میدم به خونه 10 تایی. چون 14 یه دسته 10 تایی آفرین. بله باریکلا. شما هم خوب بلدین. چه جالب. خیلی جالب. خب الان 6 و 7 رو باید جمع کنم. من یه راهی به ذهنم رسید. 7 میدونم که یه دونه 1 داره و یه دونه 6. خب آها میخوای از جمعای دوقلو استفاده کنی. 6 و 6 که میشه 12. اینو میدونم. 6 و 6 میشه 12. 12 تا دسته 10 تا. 12 تا دسته 10 تا. یه دونه هم که یه دونه اون 7 اینجا داره. 12 به علاوه 1 میشه 13 تا دسته 10 تایی. یه دونه یه 10 تایی هم از این ور اضافه شد. بله میشه 14 تا دسته 10 تایی. یعنی یه بار دیگه کلش رو به من میگید، من نفهمیدم. گفتید هفته شد 6 و 1. بله. آها 2 تا 6 تایی هم برای 2 تا دسته 6 تایی 10. بله. 13 یه دونه 1 یه دونه 1. با این میشه فهمیدم کامل فهمیدم. خدا رو شکر. با این میشه 14 تا دسته 10 تایی. 14 تا 10 تایی یا 140 تا. یا 140 تا. ولی نمیتونم 14 تا 10 تایی رو بازم اینجا بنویسم. خب میام 10 تا دسته 10 تاییشو میدم به این قسمت که یعنی یه دسته 100 یعنی تایی. یه دسته 100 تایی و 4 رو دوباره می‌نویسم. اینجا یه دسته 100 تایی اینجا اضافه شد دوباره. 3 تا دسته 100 تایی با 2 تا دسته 100 تایی میشه 5 تا دسته 100 تایی. یه دونه هم که اینجا داشتیم میشه 6 تا دسته 100 تایی. 644 تا بلیط داری امشب که بفروشی. بله دستتون درد نکنه. چقدر جالب جمع کردی. خوب بود؟ عالی بود. خدا رو شکر. یعنی 644 تا بلیط من میتونم امشب بفروشم. بله دقیقاً. دیگه نمیدونیم میتونید بفروشید یا نه. 644 تا بلیط دارید که میتونید ببرید بفروشید. حالا نمیدونیم چند تاشو میفروشیم. ولی خوبه ها. باری کرد. سلام همشو بفروش. تو معلمی؟ بله. ارادت معلومه. داری؟ سلامت باشی. خانم ذوالفقار خانی چرا نگفتین معلمی؟ دیگه نخواستم ریا بشه. نمیشدم. ببخش. نه خواهش میکنم. دست شما درد نکنه. شما هم حق داشتین. بریم. آره بریم. خب اینم از تعداد این. منم برم بلیطاشو بهشون بدم. آره شما هم بریم بچه شما بریم یه برنامه ببینیم برگردین در خدمتتونیم. دستتون درد. خواهش. آره بریم بلیطا رو بهشون بدیم. من میبرم میدم شما درد. من متوجه نمیشم این مردم چقدر دنیا دوستشون. یارو 3 تا کوچه دنبال ما دویده. چقدر پول دوست شدید شما. دنیا که ارزش این چیزا. چی شده؟ دوست خونه مدد. یا خدا! دوست همسایه‌ها کمک کنید! دوست خونم زده! هی وای بر من! دوست خونم همه داراییمو برد، اموالم مالم. وای چیکار کنم حالا؟ خاک دوست دارم. وای خدا همه زندگیمو برد دیگه هیچی ندارم. وایس پلیس زنگ میزنم الان. من آمادگیشو ندارم. همیشه یکی دیگه زنگ میزنه پلیس میومدن دنبال ما. الان ما زنگ میزنیم پلیس دارن دنبال یکی دیگه. دنیا کوچیکه. زنگ بزنم. الو پلیس؟ سلام بفرمایید. پلیس؟ آقا دوست
بفرمایید چه اتفاقی افتاده؟ حالتون خوبه؟ آره آقا خونه منو دزد زده. آدرس رو بفرمایید الان میام. بفرم یادداشت کنید. کوچه فسنجانی. ای خدا، آخه همکار که به خونه همکار نمیزنه، دوست که به دوست نمیزنه. این چه کاری بود تو کردی برادر؟ من تو صنف ما این کارا اصلا کار قشنگی نیست. من باید چیز کنم. اینا چند تا چی بوده؟ 480 تا گوشی ما. آره حالا زمنون بازومون بوده. 480 تا 200 تا برده ازش. از این 200 تا میمونه چند؟ وای 280 تا. وای بدبخت شدم. آخ نون بازوم بودا. چقدر من دویدم، چقدر نفس دادم. گفتم آی منظر شما واسطه شده؟ چی؟ اونه واسطه شده، دستاتو بگی بالا بیا بیرون. آقا من دزد نیستم، یعنی دزد هستم ولی اینجا دزد نیستم. دستاتو بگی بالا بیا بیرون بدو. آقا من دزد هستم، ول کنید منو. من دزد هستم ولی اینجا دزد نیستم، یعنی یکی دیگه اومده خونه من دزدی کرده. 20 ثانیه فرصت داریم بیای بیرون، وگرنه ما بیای داخل. باشه اومدم. خب بچه ها اینم از برنامه امروز. خدا رو شکر که تونستیم تعداد بلیط ها رو حساب کنیم و از خجالت این آقا در بیایم. ممنون که برنامه امروز رو نگاه کردین. یادتون نره که نظراتتون رو حتما با ما به اشتراک بذارین. به شماره 30071 پیامک بدین و یا با شماره 162 تماس بگیرین. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.